بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی دوستان برگزار کننده رقابت‌های بین‌المللی بدمینتون فجر و یه تشکر ویژه‌ام دارم از دوستان اصحاب رسانه خودم که الحق و الانصاف در پوشش خوب این مسابقات نهایت تلاششون رو داشتن و روزهای بیادماندنی رو برای ما رقم زدن. من خدمت شما عرض کنم برای پوشش خبری این رقابت‌ها ما حدوداً از 20 روز قبل از برگزاری مسابقات ما تو فدراسیون کارو شروع کردیم و به صورت گسترده و سراسری از تمامی دوستانی که به نوعی با بدمینتون بودن یا دوستان دیگه‌ای که به هر حال تو خبرگزاری‌های مختلف تو رسانه‌های مختلف در خصوص رقابت‌های بین‌المللی دغدغه‌شون بود وارد صحبت شدیم. از همه دوستان دعوت کردیم یا خودشون و یا نماینده‌شون رو بفرستن که این اتفاق خوب افتاد و ما مراسم افتتاحیه دیدیم که چقدر از دوستان ما از تهران تشریف آورده بودن و جا داره که به هر حال به خاطر همه این لطف بزرگی که در حق ما داشتن من ازشون تشکر کنم. از خبرنگارای استانی، خبرنگارانی که به هر حال تو حوزه رسانه‌های مختلف در استان سمنان فعالیت میکنن، اونا هم اومدن پای کار و لطف زیادی رو داشتن به این مسابقات. من فقط یه موردی رو خدمت شما بگم. مسابقات فجر ما ان شاء الله امسال که 33مین دورش رو برگزار کردیم، سال آینده به شرط حیا 34مین دورش به شکل و شمایل تازه تری برگزار خواهد شد و این دستوری بود که وزیر محترم ورزش آقای دنیامالی دادن و گفتن قطعا 34مین دوره مسابقات باید با یه شرایط ویژه، با یه وضعیت ویژه‌ای برگزار بشه که امیدواریم این اتفاق بیفته و باز هم 3 بار این واژه رو تکرار کردم. یه تشکر ویژه و صادقانه و از صمیم قلب از تمامی دوستان اصحاب رسانه خودم که تو پوشش خبری این مسابقات سنگ تموم گذاشتن و مثل همیشه منو شرمنده محبت خودشون کردن.